وقتی که دفن کرده شدن و پیغمبر به مردم نگاه کردن و گفتند هیچ کدام از شما نیست در اینجا در این عالم مگر این که قرارگاه او در بهشت یا در دوزخ معلوم است. کی بهشتی است، در کجای بهشت قرارگاه دارد الان معلوم است، نامش معلوم است، سراغش معلوم است، نسبش معلوم است. و کی دوزخی است، در کدام کامری دوزخ، در کدام چقری، در کدام ترمش خواب است جاش و هم معلوم است، نسبش هم معلوم است، نامش هم معلوم است، سراغش هم معلوم است. اصحاب وقتی که این سخن شنیدن گفتن یا رسول الله وقتی که همش معلوم باشد آخر عمل کردن ما چی فایده؟ آخر مسجد آمدن ما در گرمای تابستان چی فایده؟ آخر شبهای کوتاه از خواب خستن ما چی فایده؟ وقتی که خداوند نام ما را در قطار دوزخیان نوشته باشد مسجد روی ما چی فایده؟ و همون نوشته ازلی خود اکتفا نکنیم. اما رسول اکرم چی گفتن؟ نه گفتن نه، شما عمل کنید، شما بندگی کنید، شما کوشش کنید، زیرا خداوند هر بنده را برای همون جایی که آفریده است همون کار کردنش براش آسان میکند. فهمیدی؟ خداوند کسی را که برای جنت آفریده باشد کاری جنت رفتن براش آسان میکند. مسجد رفتن براش راحت است، طاعت کردن براش راحت است، ذکر خدا گفتن براش راحت است. یعنی خودش به اختیار خودش با خرسندی همون راه رفتن میگیرد. اما کسی را خداوند برای دوزخ آفریده باشد راهی رفتن دوزخ براش آسان میکند. کاری که او را به دوزخ میبرد براش شیرین میسازد. ببینید طربخانه رفتن براش شیرین است، کزینا رفتن براش خیلی راحت میتابد، نوشیدن عرق براش راحت است، زنا براش راحت است، رباخوری براش راحت است، فاحشه‌گیری براش راحت است، مقابل شریعت خدا جنگ کردن براش لذت میبرد، مسجد محکم کنید لذت میبرد، خرسند میشود. داری مسجد محکم کنه خرسند میشود که عبادت خانه رو محکم کردن. خدا گفت برای وی کارهای را که سبب دوزخ رفتنش است ما براش آسان میکنیم. همون کار دوست میدارد، از همون کار لذت میبرد، راحت میکند. بنابراین عزیزان من این ترازوست. پیغمبر بزرگوار همین آیه کلمه رسانی دوامش خواندند. کسی که طاعت خدا را بندگی خدا را دوست میدارد داند که او بهشتی است. کسی که بندگی خدا را نمیخواهد راه فحشا و فساد دوست میدارد داند که او دوزخی است. هر آدم عقلش ده این سخن پیغمبر خدا را ترازو قرار دهد.